تو اینستاگرام یارو آدم الا سیکس پکشو نشون میده یا لبای ژلاتینیشو نشون میده و فلان اینا ویو میگیره، بعد میگه من انتگرال به دردم نخوره. انتگرال من قراره به درد تو بخوره. بعدش هم موقعش میگه تو انتگرال فهمیده بودی، رفتی دانشگاه آزاد فلان با منفی 4% به روش‌های مختلفی نمره جور کردی، اونم لیسانس رو نگرفتی، ادعا میکنی تو بعد چیزی بلدی؟ مگه تو قراره به علم کمکی بکنی؟ آخه بعد این رتوریک ابلهانه به مؤلفه‌های کنکور هم رسیده، یه چیزی بگیم کاربرد داشته باشه و چون من مهندسی خونده نیستن کاربرد نمیفهمن چیه و لوس میکنن اینو و ضایع‌ترین شکلی که ممکنه. مثلا فرض کنید 2 تا بردار میخوان تو کتاب فصل 3 بردار بهتون میگم مثال بزنن کاربرد، میگه اگه باد اینجوری باشه این بردار باد با بردار نیرو محرکه اتومبیل هواپیما برآیندش باید در جهت فرودگاه باشه. انگار که خدمانه نشسته الان میگه که بردار اینوری بکشن یکم اینوری بدم. آخه چی میگید آخه؟ تا نرید دانشگاه اصلا کاربرد نمیفهمید چیه. تا نرید نمیفهمید مشتق، انتگرال، ماتریس، بردار، گراف اینا چیه، احتمال کاربردش چیه. این مثالی که در سطح دبیرستان میزنن چرنده، مهمله. جاهایی بوده که مثلا من تو ماتریس بهتون گفتم، حالا خیلی هم بازش نکردم اینا، این ماتریس مثلا توی فیلتر تو مخابرات کاربرد داره. مهندسی حساب دیفرانسیلی که میاد انتگرالشو حذف می‌کنی، اصلا مگه میشه کار مهندسی بدون انتگرال پیش بره؟ شدنیه؟ و خیلی چیزای دیگه. حالا من دیگه خیلی وارد بحث نمیشم.